السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. درود و سلام برای هر یک شخص مسلمان، پدر و مادر، برادر و خواهران عزیز و گرامی قدر. میخواهم که برادر خود را اصل دین جان را با این روز خرسندیش، با این بهد روزی در حیات بگیم، در حیات گویم اگر خطا نمیکنم، فراموش نشوندهش از الله ذوالجلال، از صمیم قلب از الله ذوالجلال پروردگاری که با این روز اون را رساند، تبریک و مبارکباد بگویم. خواهش آن را دارم که الله ذوالجلال با چی مراد و مقصدی که دارن این نوجوانا با مراد و مقصدشان برسانه شد و الله ذوالجلال از این دو نوجوان، از گرد و گوشه این دو نوجوان نافهمی ها را، چشم و کینه و کبر و غرور و دیگر چیزهایی که در زندگی اینها تلخی را پیدا میکند، از اینها دور بگرداند. خداوند ایمان کامل نصیب شو بگرداند. چخیلی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است اگر که الله ذوالجلال برای انسان خیر بخواهد، فهمیش دین را برای اون نصیب میگرداند. خداوند فهمیش دین را برای این دو نوجوان را نصیب بگرداند. خداوند برای این دو نوجوان را فرزندان تحفه کند که اینها تربیه اسلامی بدهند و به جامعه تحفه کنند و فرزندان این دو نوجوان سبب هدایت هزاران و هزاران انسان ها شوند. چون که این روز ما میبینیم که جامعه ما نیاز به چی دارد؟ به فرزندان، بر مردهایی که جامعه ما را از فسق و فسوق، از بدبختی و از گمراهی چی؟ نجات دهند، دعوت کنند به سوی حق. برای همین از صمیم قلب از نام خودم و از نام اهل بیت خودم میخواهم که برادر خود را، شاگرد خود را، اصل دین جان را که در قفا ششتگی هستینه، تبریک و مبارکباد بگویم. بگذار که الله ذوالجلال زندگی اونها را، هر روز زندگی اونها را مثل این روز شیرین، فراموش نشونده و یادآوری در حیاتشان بگذارد، که هر روزشان مثل همین روز خرسندی قطعی بگذارند انشاءالله. و هر عمل نیکی دارن خداوند چی کند؟ اونها را عملی بگرداند، به ثمر برساند و خداوند از سختی زندگی، از نافهمی های زندگی اونها را در حفظ و امان خود نگه بدارد. و میخواهم که شما را برادران و خواهران عزیز و مهربان چی کنید؟ دعا کنید انشاءالله که تا چندی که دعای ما زیاد شود، شاید که در بین ما صالح یا صالحه پیدا شود که الله ذوالجلال دعای اون را قبول بگرداند و اینها انشاءالله که همیشه خوشبخت شوند و فرزندان صالح برای جامعه را تحفه کنند و سبب هدایت هزاران و هزاران مردها و زنها شوند انشاءالله. سخن تبریکی را به برادر خود اکی مستهدین جون انشاءالله بر همه سخن کنید. که حضرت من خود گفتن نیستم، خیلی چی گفتن برای برادر موقعی در این زندگی، در این روزی خوب بهترین یک از روزهای فراموش نشونده است، قدم‌های نخستین خود را میگذارد. چون که ما آب داریم در این مسئله کک نگرد. اصلا برادرمون دعا میکنیم که خداوند هیچ وقت خطاگی‌ها را در زندگی خودش راه ندهد. دعا میکنیم که در کسب و کارش، در زندگیش برکت عطا فرماید، یکدیگر فهمی و قدر یکدیگر را داند. آمین. آخه چی گفتن؟ فرزندای صالح و صالحه نصیب شد. آمین. جزاک الله خیرا. و یک چیز را میخوام در
آخر برسانم که بگویم برای شما یک پند نصیحتی برادرانه. اولا خواهش میکنم که برادرانی هستن که از ما با به بالا هستند ناحرمتی نشود. برادر عزیز من اسدالدین جان، میخوام که در زندگی همیشه خوشبخت باشید، همیشه آباد و سربلند باشید، همیشه یکدیگر فهمی باشید و همیشه در اسلام زندگی کنید، چون که اسلام برای شما را چی؟ همیشه خوشبختی و سربلندی سعادتمندی را چی است؟ تمنا دارد و پیشنهاد میکند. باز هم برای اهل و بیت شما این روز خرسندی را تبریک و مبارک باد میگویم و خداوند از همه پستی ها و نافهمی های زندگی شما را در حفظ امان خود نگه بدارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله به این روزا هم رسیدیم ها. کم کم گریه میکنه. بچه در جال کشیده. مسکوه میریم همون مسکوه نکرد همون کربلو دست واش کنیم. جوانه که یعنی با نکاح همدیگر انشاءالله که داخل میشوند، از الله طلب داریم که خداوند برای اینها خوشی ها و خوشبختی های زندگی را براشون نصیب گرداند. آمین. و از الله طلب میکنیم که اینها با هم همیشه یک جا باشند تا آخر عمر خود. آمین. و از الله سبحانه و تعالی طلب میکنیم که خداوند برای اینها فرزندهای صالح و صالحه و سالم و سالمه نصیب گرداند. که اون فرزندها قاری قرآن باشند، یعنی در طاعت عبادت الله باشند همیشه و خدمتگار دینی مبین اسلام باشند و پدر و مادر خود را نیکوکار باشند. و گفتنی هستیم که الحمدلله پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا هی زوجة صالحه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که دنیا به مثل یک متاع است، به مثل یک توشه است و بهترین چیز همین دنیا این زن صالحه می باشد. الحمدلله که خواهرمان یکی از بهترین صالحه هستند و الحمدلله که برادر ما که است اسدالدین الحمدلله که از جوانان صالح است که همیشه یعنی با همراه ما بود، یعنی یگان کاری غیر شرعی که نداشت. الحمدلله که یعنی همیشه با نماز و طاعت عبادت الله بود. و انشاءالله که امیدوار هستیم که از اینها فرزندهایی که میآیند همیشه در خدمت دین اسلام هستند و دعای هر یک جوانی که در حق مسلمان دعا میکنه دعای اونها مستجاب میگردد. با اون خاطر انشاءالله که همتون خواهش میکنیم که من اجي خلاص كنت بعد وريك اقرا ايه وريكوش ما ادري سبب كيف عشان عدست ميموري ها كره بدناكني شاري ناري مسلم يبك يا ابو
دیگه کامرش رو